سلام، به اپیزود 5 از فصل اول پادکست ریو خوش اومدید. من حدیث نبوی هستم و در این اپیزود از فصل اول با خوانش فصل 5 کتاب دایجان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد کنارتون خواهم بود. قبل از اینکه به عمارت دایجان برگردیم و ادامه داستان رو بشنویم، میخواستم ازتون خواهش کنم که صفحه اینستاگرام پادکست ریو رو دنبال بکنید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. میتونید پادکست ریو رو از یوتیوب، ساوند کلاود، اسپاتیفای و اپل پادکست بشنوید. خب، داستان به اونجایی رسید که در گیر و دار دعوای بین آقاجان و دایجان، عزیزالسلطنه قصد بریدن عضو شریف همسرش یعنی دوستعلی خان رو داشت و دوستعلی که از سوء قصد عضو شریف جون سالم به در برده بود به حیاط خانه دایجان پناه آورد و در همین صحبت ها بود که متوجه میشن یک نفر به عزیزالسلطنه گفته که دوستعلی خان با زن قصاب محل یعنی شیرعلی رابطه داره و خب این هم دلیل این سوء قصد بوده. و خب شیرعلی هم چون سابقه ساتوری کردن کسایی که جرأت نزدیک شدن به همسرش رو داشتن داره، به هیچ عنوان این مسئله نباید به گوشش برسه. آقا جان هم که با فال گوش ایستادن این مسئله رو متوجه میشه، قصد داره برای شام شیرعلی رو دعوت بکنه و به گوش مبارک شیرعلی این مسئله رو برسونه. از اون طرف هم دایجان در صدد این هست که ثابت بکنه که این آقا جان بوده که همچین شایعه‌ای رو به گوش عزیزالسلطنه رسونده و اینکه آقا جان قصد داره بنیان خانواده دایجان رو از هم بپاشونه. دایجان ناپلئون فصل 5. من سرگردان و آشفته و بی تکلیف مانده بودم. از اینکه این ماجرای مرافعه دایجان و آقاجان به نحوی تمام شود قطع امید کرده بودم. خدایا، چرا قدر آن روزهای روشن را ندانسته بودم؟ چه روزهای خوشی بود. دایجان و آقاجان زیر آلاچیق نسترن روی مخده ها نشسته بودند و تخت نرد بازی می کردند و قلیان می کشیدند و ما در گوشه و کنار باغ بازی می کردیم. من و لیلی هر دو علاقه داشتیم کنار دست آنها بنشینیم و تماشا کنیم. شاید بازی آنها آنقدر برای ما جالب نبود که شعر خواندن و رجز خواندنشان. دایجان وقتی می برد مدتی تاس‌ها را در دست نگه می داشت و در حالی که سر را به طرف آقاجان دراز کرده بود به آهنگ شاهنامه خوانی می خواند: تو را با نبرد دلیران چه کار، تو برزگری بیلت آرد به کار. و آقاجان با بی‌حوصلگی فریاد میزد: بریز آقا، جوجه رو وقت پاییز میشمارن. و وقتی آقاجان میبرد با لحن خیلی جدی میگفت: لیلی جان، میتونی یه کاری بکنی عزیزم؟ و لیلی خیلی معصوم میگفت: بله. آن وقت آقاجان با همان لحن جدی میگفت: از قول من از مامان خواهش کن چند تا گردو بیاره بده به بابا که گردو بازی کنه. و من و لیلی به قهقهه میخندیدیم. روزهایی را به یاد می‌آورم که ما را به لوقانته می‌بردند. از خانه ما تا لوقانته مسافرتی بود، فاصله‌ای که امروز با اتومبیل در 1 ربع ساعت یا 20 دقیقه طی می‌شود. آن وقتها با درشکه نزدیک 1 ساعت طول می‌کشید. اغلب مشقاسه من پهلوی درشکه چی می‌نشست، چون در مراجعت باید جلوی دایجان فانوس می‌گرفت. چراغ برق کوچه ها آنقدر کم نور بود که خودشان به زحمت دیده می‌شدند و کوچه ها پر از چاله و چوله بود. بستنی خوردن در لوقانته و گاهی قایق سواری روی استخر لوقانته خاطرات شیرین و دلانگیزی برای من گذاشته بود. آن موقع لذت مصاحبت لیلی را نمی‌فهمیدم، ولی آن شب خاطره لحظه به لحظه از وقتی را که در لوقانته در کنار او گذرانده بودم در برابر چشم داشتم. حضرت عبدالعظیم رفتنها، ماشین دودی سوار شدنها، امامزاده داوود رفتنها. آنقدر خاطره از مصاحبت لیلی داشتم که می توانست تا آخر عمرم را پر کند. ولی اینها خاطره لیلی دختر داییم بود و من از لیلی که دوستش داشتم حتی یک خاطره 1 ساعته هم نداشتم. تقریباً از همان موقع که عاشق شده بودم ماجراها و گرفتاریها شروع شده بود. آن صدای مشکوک لعنتی در میان داستان جنگی دایجان، آن دزد لعنتی که به خانه دایجان آمده بود، آن مشروط خواهی لعنتی دایجان، آن کلونل لیاخوف لعنتی آقاجان و بعد از همه آنها آن حرکت لعنتی عزیزالسلطنه. طوری شده بود که همه ماجراها و آدمها وارد عشق معصوم ما شده بودند، حتی شیرعلی قصاب.
یعنی من وقتی به لیلی فکر می کردم دنباله منطقی فکرم به دوستعلی خان و توطئه عزیزالسلطنه برای بریدن عضو شریف او و در نتیجه به شیرعلی قصاب می رسید و این بدبختی بزرگی بود که دیگر نمی توانستم لیلی را ببینم و مجبور بودم به خیالی از او قانع باشم. تازه فکر لیلی در ذهنم به شیرعلی قصاب منتهی می شد. با صدای چکش در خانه از خواب پریدم. آقا جان را دم در خواستند. با دقت گوش دادم. قربان خیلی معذرت میخوام این موقع مزاحم میشوم. خواستم ببینم میراب اوامرتان را اجرا کرده است یا نه. آقا جان گفت یک دنیا تشکر آقای رضوی. ما تا شما را داریم غمی نداریم. آب انبار آب خوردن و آب انبار گلها و حوض را پر کردیم. آقای رضوی گفت کار سختی بود چون یک شب زودتر از نوبت آب محل را دادن برای میراب خیلی مسئولیت دارد. باید از یک محل دیگر ببرد و به شما بدهد. ولی امر جناب عالی را که نمی شود اجرا نکرد. آقا جان گفت یک دنیا ممنونم آقای رضوی. خاطر جمع باشید تا آخر هفته کار انتقال شما تمام است. همین امشب می روم پیش آقای مهندس. بلافاصله بعد از رفتن آقای رضوی همه از پشه بندها بیرون آمدیم. حوض بزرگ وسط حیاط لبالب پر از آب بود و آقا جان با لذت آب را تماشا می کرد و قدم می زد. نگاه های ما به دهن آقا جان دوخته شده بود. عاقبت با لبخند رضایت گفت به کوری چشم شمر ذوالجوشن آب در صحرای کربلا فراوان شد. من سر جایم خشک شده بودم. مسئله بیابی ما حل شده بود ولی من میدانستم که دایی جان ناپلئون این شکست را خیلی سخت تحمل خواهد کرد. با نگرانی چشم به آن طرف باغ دوختم ولی هنوز سر و صدایی نمی آمد. بعد از صبحانه که در میان سکوت گذشت قدم به قدم به طرف خانه دایی جان رفتم و از لای درختها خود را به در خانه دایی جان رساندم. ناگهان از بالکن مشرف به باغ که تابستانها خوابگاه دایی جان بود صدایی به گوشم رسید. خود را پشت یک درخت پنهان کردم. صدای دایی جان بود که از غضب می‌لرزید و به زحمت از گلویش در می‌آمد. روی یک بلندی رفتم و نگاهی به بالکن انداختم. دایی جان روی پیراهن خواب بند دوربین جنگی خود را به گردن انداخته بود و با دقت حوض خانه ما را با دوربین نگاه می‌کرد و به مشقاسم ناسزا می‌گفت: احمق خائن، گرفتی خوابیدی اومدن آب رو بردن. مارشال گروشی در جنگ واترلو به ناپلئون خیانت کرد و تو هم در جنگ با این ابلیس به من خیانت کردی. مشقاسم که پشت سر او ایستاده و سر را به زیر انداخته بود به ناله و التماس افتاده بود. آقا خدا شاهده ما تقصیری نداریم. دروغ چرا تا قبر اون روزی که در جنگ کازرون جون خودم رو به خطر انداختم و تو خائن رو از مرگ حتمی نجات دادم، اگر میدونستم که یه روزی مثل گروشی به من خیانت میکنی دستم رو میبریدم و تن لش تو رو روی دوشم نمیکشیدم. مشقاسم گفت الهی نمک شما به ما حرام باشه اگه ما تقصیر داشته باشیم. دروغ چرا تا قبر این آقایی که میفرمایین، این آقای گوشی، ما نمیدونیم چه جور آدمی بوده اما ما نمک شما تو گلومونه. 100 تا جنگ دیگه هم باشه ما جون خودمون رو تا یه قطره خون به تنمون هست به پای شما میدیم. اما اینا به ما رو دست زدن. دیشب اصلا شب آب محل نبوده. حتما یه حق و حسابی به میراب دادن که آب بیاره. آب محل امشب باید بیاد. ما خواب بودیم اومدن راه آب و باز کردن. دایی جان مدتی مشقاسم رو با شدیدترین کلمات مانند خائن، جاسوس، سگ پس فطرت، نوکر انگلیس و غیره ملامت کرد و به اتاقش برگشت و مشقاسم ناله کنان در طلب بخشش به دنبال او رفت. با اینکه میدانستم دایی جان رفته است نقشه انتقام وحشتناکی برای آقا جان بکشد، دلم بیشتر برای مشقاسم میسوخت. وقتی به خانه برگشتم کلفتمان را مشغول پاک کردن ماهی دودی دیدم. فکر کردم که موضوع آمدن شیرعلی قصاب برای شام ممکن است جدی باشد. مادرم در زیر زمین با آقا جان مشغول صحبت بود. حالا شیرعلی کوفت خورده رو سبزی پلو میدی بده، اما تو رو ارواح پدرت صحبتی از این موضوع نکن. این مرد چاقوکش دیوانه است، یه نفر رو میکشه خونش گردنت میمونه. به عزیزالسلطنه گفتی کافیه، اون زن برای 7 جد آباد بدبخت دوستعلی خان کافیه. آقا جان گفت من به عزیزالسلطنه چیزی نگفتم، اما اگر میدونستم حتما میگفتم. حیف این شاهکاره خاندان عفت پنهان بمونه. اینا برگزیده اشراف هستن. آریستوکراسی ایران دیگه نمیتونه از خجالت سر بلند کنه. یکی از اعضای برجسته‌اش با یک زن از طبقه سوم حشر و نشر کرده است و باید به جرم آلوده کردن حیثیت آریستوکراسی نابود شود.
مادرم گفت آقا جان عزیزم جانم رحم به خودت بکن. اگه به این دیوونه شیرعلی چیزی بگی پیش از همه خودت رو با ساطور تکه تکه میکنه. آقا جان جواب داد هیچ معلوم نیست من چه صحبتی با شیرعلی میخوام بکنم. اولا اگر بخوام به اون بگم راههای دیگری دارم. ثانیاً بچه نابالغم نیستم که ندونم چه میکنم. ثالثاً حوصله توضیحات زیادتر هم ندارم. رابعاً آقا جان این گفتگو رو قطع کرد و دنبال کارش رفت و من برای نوشتن نامه عاشقانه که روی هم رفته شاید 20 ساعت وقت صرف نوشتن آن کرده بودم ولی هنوز قابل فرستادن نبود. به اتاق خلوتی رفتم. نزدیک ظهر رفت و آمدها و سر و صداهای مختلفی از طرف خانه دایجان ناپل اون توجهم را جلب کرد. وقتی خودم را به باغ رساندم دانستم که واقعه تازه و غیرمنتظره‌ای اتفاق افتاده است. دوست علی خان شبانه مفقود الاثر شده بود. شب برای او اتاقی در منزل دایجان آماده کرده بودند که بخوابد و او در آن خوابیده بود، ولی صبح وقتی رفته بودند که صدایش کنند تا بیاید و صبحانه بخورد اثری از او ندیده بودند. به دستور دایجان به خانه تمام اقوام یا تلفن زده و یا رفته بودند، اما مطلقاً اثری از دوست علی خان پیدا نشده بود. تا عصر جستجوها ادامه یافت و نتیجه‌ای نداد. نزدیک غروب با شنیدن صدای فریادهای عزیزالسلطنه به خانه دایجان رفتم. دایجان ظاهراً از ترس او مخفی شده بود و عزیزالسلطنه که فقط مشقاسم را پیدا کرده بود او را هدف حمله‌های سخت قرار داده بود. شوهرم رو یه بلایی سرش آوردید، سر به نیستش کرده اید. من پدر همه شما را میسوزانم. شوهر بیچارم شاید کشته باشیدش، شاید توی چاه انداخته باشیدش. دوست علی آدمی نبود که جایی بره. آخه کجاست؟ مشقاسم گفت والا دروغ چرا تا قبل آن که ما به چشم خودمون دیدیم این بود که آقاتون رفت توی این اتاق خوابید، باز رفته باشه یه کمی هوا بخوره. والا به خدا آقا بیشتر از شما دلواپسه. عزیزالسلطنه گفت مرد حسابی با پیراهن خواب دراز کجا میره هوا بخوره؟ و عاقبت در حالی که انگشت رو به علامت تهدید تکان میداد گفت به اربابت بگو شوهر من رو دیشب به زور اینجا نگه داشتید، هر جا قایمش کردید باید بیاریدش صحیح و سالم تحویل من بدید، وگرنه همین فردا میرم کمیسری، میرم تأمینات، میرم جلوی ماشین وزیر عدلیه رو میگیرم. و اندرونی رو سخت به هم زد و به طرف در باغ رفت. نزدیک در باغ نمیدانم از کجا آقا جان جلوی پای او سبز شد. آقا جان گفت خانم جان یک کمی آرام بگیرید. دوست علی خان آدمی نیست که جای دوری برود. بفرمایید یک چای میل کنید. نه نمی شود، باید تشریف بیارید یه چای میل کنید. عزیزالسلطنه ناگهان زیر گریه زد و در حالی که همراه آقا جان به طرف خانه می آمد حقیق کنان گفت من میدانم اینا یه جای قایمش کردن. اینا از اول چش نداشتن زندگی من و شوهرم رو ببینن. آقا جان در حالی که او را به اتاق پذیرایی هدایت می کرد با تظاهر به دلسوزی گفت تفلک شما، تفلک دوست علی خان، ولی ناراحت نباشید حتما پیدا می شود. آقا جان و عزیزالسلطنه وارد سالن پذیرایی شدند و در پشت سر آنها بسته شد. من مدتی منتظر بیرون آمدن آنها شدم و چون زیاد طول کشید به در سالن نزدیک شدم و با دقت گوش دادم. عزیزالسلطنه می گفت حق با شماست، باید بگویم دوست علی را کشتن. اصلا اینا اختلاف ملکی هم داشتن. تا پای زور نباشد محال است مقر بیایند که دوست علی را کجا قایم کردند. فردا صبح سحر می روند دنبال کار. گفتید آقای کی؟ آقا جان آهسته اسمی را به عزیزالسلطنه گفت و با صدای کمی بلندتر اضافه کرد همان ساختمان نظمیه. وارد که شدید دست راست بپرسید اداره تأمینات شعبه امور جنایی. بعد از رفتن عزیزالسلطنه آقا جان به نوکرمان دستور داد که برود و شیرعلی را برای شام دعوت کند، ولی مادرم به التماس افتاد و آنقدر گفت و خواهش و تمنا کرد که آقا جان رضایت داد قابلمه سبزی پلو و ماهی را به خانه شیرعلی بفرستند. چیزی نگذشت که سر و کله دایجان سرهنگ پیدا شد. دایجان سرهنگ در این میان از همه بیگناهتر و مظلومتر بود، زیرا درختها و گلهای خانه‌اش داشت به کلی خشک میشد. تا آن موقع به این امید بود که بیابی آقا جان را وادار کند کمی کوتاه بیاید، ولی آقا جان حوض و آب انبار را پر کرده بود و دایجان لااقل یک هفته دیگر باید بیابی میکشید. از دیدن دایجان سرهنگ روزنه امیدی در دلم باز شد. من و او هر دو نفعمان در تمام شدن این جنگ و مرافعه بود. او برای گلهایش و من برای تنها گلم لیلی.
التماس‌ها و خواهش‌های دایجان سرهنگ به جایی نرسید و آقاجان چند بار تکرار کرد که تا از من در حضور همه اقوام عذرخواهی نکند حاضر نیستم یک قدم عقب بشینم. و دایجان سرهنگ به خوبی می‌دانست که برادرش کسی نیست که به هیچ قیمتی عذرخواهی کند. دایجان سرهنگ فقط در مقابل تقاضای او که می‌خواست حالا که حوض و آب انبار خودش را پر کرده راه آب خانه او را باز کند جواب تقریبا مساعدی شنید. اگر آقا آب را به خانه ما بفرستد شاید ما هم برای شما بفرستیم. و همین وعده مساعد تمام نگرانی‌های دایجان سرهنگ را که مرتباً تکرار می‌کرد گل‌های من فدای سرتان، من برای اتحاد خانوادگی مضطربم، برطرف کرد و شاد و خندان به خانه‌اش برگشت. البته قبل از برگشتن به خانه از آقاجان قول گرفت که موقتاً موضوع وحشت دایجان ناپلئون از دیدن دزد را فراموش کند تا او برای راضی کردن دایجان به عذرخواهی تلاش کند. وقتی آقاجان این وعده را به او داد به خوبی حس کردم که در عین دشمنی و خصومت دلش برای تخت نرد بازی کردن با دایجان ناپلئون تنگ شده است. همه افراد خانواده این بازی را می‌دانستند ولی آقاجان و دایجان فقط با هم بازی می‌کردند و از وقتی جنگ بین آنها شروع شده بود هیچ کس صدای تخت نرد را نه از خانه دایجان و نه از خانه ما نشنیده بود. حتی رشته فکرم به آنجا رسید که ته دلشان همدیگر رو دوست داشتند بدون آنکه خودشان بدانند، ولی به این فکر ابلهانه خودم خندیدم. اول شب آقاجان به دیدن دکتر ناصرالحکما رفت. مادرم سخت متفکر و پریشان به نظر می رسید. به طرف او رفتم. تا صحبت این ماجراها رو پیش کشیدم تفلک به گریه افتاد و اشک ریزان گفت به خدا دلم میخواد بمیرم از دست این زندگی راحت بشم. از گریه مادرم بیش از حد متأثر شدم. غم و غصه او را آنقدر عظیم دیدم که غصه خودم را تقریبا فراموش کردم. مادرم همچنان اشک ریزان گفت من آرزو داشتم وقتی شماها بزرگ شدید 20 سالتون شد لیلی رو برای تو بگیرم. رنگم از خجالت سرخ شد. به زحمت جلوی اشکایم را که داشت سرازیر میشد گرفتم. به اتاقم برگشتم و به فکر فرو رفتم. من لیلی رو دوست داشتم. بین پدر او و پدر من اختلاف سختی افتاده بود و من هیچ کاری برای رفع این اختلاف نکرده بودم. درست است که یک پسر بچه 13-14 ساله قدرتی ندارد که کاری بکند، ولی وقتی مثل آدم‌های بزرگ عاشق می شود، باید مثل آدم‌های بزرگ برای دفاع از عشق خود کاری کند. مدت‌ها فکر کردم. چه می توانستم بکنم؟ نه به آقاجان و نه به دایجان نمی توانستم دستور بدهم و امر کنم که اختلافات خود را کنار بگذارند. خدایا، کاش به سن پوری پسر دایجان سرهنگ بودم. آن وقت با لیلی عروسی می کردم و با هم می رفتیم دور از محیط اینها. اما هنوز خیلی بچه سال بودم. ولی اگر همه عقلم را جمع می کردم شاید می توانستم راه حلی برای رفع اختلافات آقاجان و دایجان پیدا کنم. فهمیدم. من احتیاج به یک همدست و متحد دارم. هر قدر به این طرف و آن طرف فکر کردم عقلم به جایی نرسید جز مشقاسم. چه مانعی دارد که راز خود را با مشقاسم که واقعا مرد خوبی است در میان بگذارم و از او کمک بخواهم؟ ولی آیا او حاضر به کمک کردن به من خواهد بود؟ از کیف مادرم یک سکه 1 قرانی دزدیدم و به بهانه خرید کردن کتابچه زیر بازارچه رفتم. شمع خریدم و در سقاخانه زیر بازارچه روشن کردم. خدایا اول مرا ببخش که با پول دزدی شمع روشن میکنم. ثانیاً یا به من کمک کن که این اختلاف بین آقاجان و دایجان را حل کنم یا خودت حلش کن. ولی اطمینان داشتم که خدا بین این دو راه حل اگر بخواهد کمکی بکند دومی را انتخاب میکند. این را میدانستم، فقط راه اول را برای تعارف گفته بودم. در هر حال از خدا خواستم که در وهله اول دوست علی خان را که گم شده بود پیدا کند. صبح زود در خانه ما را زدند. از صدای در از خواب پریده بودم. با دقت گوش دادم. صدای سلام و احوال پرسی آقای دواساز را با آقاجان شنیدم. آقاجان یک دواخانه زیر بازارچه داشت و آقای دواساز متصدی دواخانه اش بود. یعنی حقوق مختصر ماهانه ای از آقاجان می گرفت و در منافع دواخانه هم سهمی می برد. در نتیجه آقاجان کاری به کار دواخانه نداشت. فقط آخر ماه درآمد آن را می گرفت. در صدای آقای دواساز نگرانی و آشفتگی شدیدی احساس می شد.
به آقا جان گفت دیشب آقای اسد ابوالقاسم واعظ در مسجد بالای منبر گفته است که دواها و شربت‌های داروخانه ما همه با الکل و عرق ساخته می شود و مصرف آنها حرام است. من نمیدانم این تحریک کدام ناجنس خبیثی است. استدعا می کنم همین امروز یک فکری بفرمایید. این آقای اسد ابوالقاسم مستاجر برادر خانومتان است. بفرمایید بهش بگویند یه رفع و رجوعی بکند، چون مطمئن هستم که دیگر یک نفر پا در دواخانه ما نمیگذارد. آقا جان ساکت بود و آقای دواساز ادامه داد: حالا دوا از ما نمیخرن، جای خود هیچ بعید نیست اهل محل دواخانه را آتش بزنن و من بیچاره را تکه تکه کنند. وقتی صدای آقا جان بلند شد، از غضب و کینه‌ای که در آن احساس میشد وحشت کردم. گفت: من میدانم اینها تحریک کدام آدم بی همه چیزی است. پدری ازش بسوزانم که تا 5 نسل بعدش فراموش نکنند. شما اعتنا نکنید تا من ترتیبش رو بدهم. ولی بنده امروز جرئت نمی‌کنم دواخانه را باز کنم. سخنرانی آقا جان در فواید شجاعت و مقاومت بی اثر ماند و آقای دواساز از نظر خود برنگشت. آقا جان عاقبت تسلیم شد و گفت: خیلی خوب، حالا امروز دواخانه را باز نکنید تا فردا ببینیم چه می شود. ولی یک کاغذی روی در بچسبانید. چی بنویسم؟ من نمیدونم، ولی حتما یه جنبه مذهبی داشته باشد. مثلا بنویسید به علت مسافرت به قم برای زیارت حضرت معصومه، برای اینکه اگر ننویسید یک کلک تازه جور میکنند. میفرمایید چشم، ولی شما فراموش نکنید به برادر خانوم بفرمایید یک چیزی به این واعظ بگوید. آقا جان از لای دندانهای برهم فشرده گفت: بله، حتما یک چیزی به برادر خانوم میگویم. اصلا برادر خانومی بسازم که 7 تا برادر خانوم از پهلویش در بیاید. آقای دواساز که ظاهراً از این اشاره آقا جان چیزی نفهمیده بود رفت و آقا جان در حیاط مشغول قدم زدن شد. در جبهه مقابل سکوت مرگباری حکم فرما بود. بعد از حمله موثر شب گذشته به وسیله آقای اسد ابوالقاسم گویی به استراحت پرداخته بودند. حتی از مشقاسم هم خبری نبود. ظاهراً گلها رو صبح زود آب داده و به خانه برگشته بود. این سکوت و آرامش برای من نگران کننده بود. چند بار خود را تا نزدیک اندرونی دایجان رساندم ولی صدایی نشنیدم. عاقبت مشقاسم را توی کوچه دیدم که گوشت خریده بود و به طرف خانه برمیگشت. مشقاسم از دوستعلی خان خبری نشد؟ والا بابام جان دروغ چرا، این بنده خدا پنداری دود شده رفته هوا. هر جا که میشد رفتیم دنبالش، هیچ کس ازش خبر نداره. مشقاسم باید یه فکری کرد. عزیز خانم امروز رفته به تامینات، خیال میکنه که دوستعلی خان رو توی خانه شما کشتن. وای بابام هی، حالا لابد کار به مفتش و اینا میکشه. و با عجله به خانه برگشت و نگذاشت حرف من تمام بشود. 1 ساعت بعد دوباره مشقاسم را دیدم که به خانه برمیگشت. تا مرا دید گفت: بابام جان من میدونم که شما هم میخوای این قال بخوابه. آقا به همه گفته که اگر مفتش اومد از اینکه دوستعلی خان با زن شیرعلی قصاب آشنایی داره یا اینکه زنش میخواسته دور از جون کارت به ناموسش بزنه حرفی نزنن. شما هم چیزی نگو. مشقاسم خاطر جمع باش، من چیزی نمیگم. ولی مشقاسم باز با عجله به خانه برگشت و نگذاشت آنچه میخواستم به او بگویم. نزدیک ظهر از سر و صدای عزیزالسلطنه در حیاط منزلمان از اتاقم به حیاط دویدم. حالا میفهمن با کی سر و کار دارن. اتفاقا رئیس شعبه جنایی با مرحوم آقا دوست در اومد. گفت نایب تیمورخان رو تا پیش از ظهر میفرسته اینجا. این همون آدمیه که علی اصغر قاتل رو پیدا کرد و گرفت. بیچاره چقدرم احترام کرد. گفت خانم خاطرتون جمع باشه، نایب تیمورخان یه روزه شوهرتون رو زنده یا مرده پیدا میکنه. میگفت سیستم غافلگیری نایب تیمورخان توی فرنگ هم شهرت داره. آقا جان عزیزالسلطنه رو به اتاق سالن برد و در را بست. کنجکاوی اجازه نداد که بی حرکت بمانم. پشت در سالن به استراق سم مشغول شدم. خانم عزیز خانم، اگر از من میشنوید باید اصرار کنید که دوستعلی خان رو کشتن. حتی بگویید زیرا اون نسترن بزرگ چالش کردن. اگر مامورین بخواهند دست به ریشه نسترن بزنن اینها مقر میآیند که دوستعلی کجاست، چون این آقا برای نسترن بزرگش جونش در میره. از بچه‌هاش بیشتر دوستش داره. آخه برای اینکه آدمی با این هیکل دوستعلی رو چال کرده باشن باید پای نسترن چاله کنده باشن. با زمین دست نخورده نسترن که کسی باور نمیکنه. نه ناراحت نباشید. من روی ارادتی که به شما دارم و روی علاقه‌ای که دارم که زودتر دوستعلی خان پیدا بشه ترتیب کار رو دادم. اصلا باید زودتر دوستعلی خان پیدا بشه، برای اینکه خودتون بهتر میدونید اینا علاقه دارن که دوستعلی خان رو از شما جدا کنن. بعد اون خواهر ترشیده‌شون رو که اون سالا قرار بود زن دوستعلی خان بشه باز به ریشش ببندن.
آره خوابشو ببینن. اون خواهر ترشیده‌شون رو مگه اسرائیل بگیره. یه بلایی سرشون بیارن که توی قصه ها بنویسن. اول حساب آقا رو باید برسم، بعد حساب بقیه رو. مخصوصا اون شازده قراضه مومنت رو. چند دقیقه نگذشته بود که قمر دختر عزیزالسلطنه مفتش تأمینات آقای نایب تیمورخان رو به باغ هدایت کرد. آقا جان به استقبال او دوید. سلام آقا، خواهش میکنم بفرمایید. آقای پسر چایی بیار. عرض شود که خیلی ممنون، موقع کار چایی نه. نایب تیمورخان با لحن خشکی تعارف چایی آقا جان را رد کرد. نایب قیافه عجیبی داشت. اعضای صورت و دستهایش مثل آدم‌هایی که به بیماری داولفیل مبتلا هستند بی‌قواره و درشت بود و عینک پنسی در صورت عظیمش خیلی کوچک می‌نمود و با لهجه‌ای که اهالی شبه قاره هند فارسی حرف می‌زنند حرف می‌زد. در حالی که به عصایش تکیه کرده بود و به طور ثابت به نقطه نگاه می‌کرد گفت: عرض شود که بهتر از شروع به کار کنیم. خانم خواهش دارم بنده رو به محل وقوع جنایت راهنمایی بفرمایید. بفرمایید، از این طرف بفرمایید. آقا جان که نمیخواست بگذارد مفتش به آسانی از دستش در برود گفت: قربان اگر اجازه بفرمایید بنده توضیحاتی راجع به این موضوع به حضورتان بدهم که نایب تیمورخان با لحن خشکی حرف او را برید. عرض شود که هیچ توضیحی لازم نیست، اگر لازم شد بعداً سوال میکنم. و به دنبال عزیزالسلطنه به طرف خانه دایجان به راه افتاد. من و قمر هم به دنبال آنها راه افتادیم. من دل به دریا زدم. لازم بود که ماجرا رو دنبال کنم، حتی اگر به قیمت اوقات تلخی دایجان تمام می شد. از طرفی امیدوار بودم که به این وسیله یک لحظه لیلی را ببینم. مشقاسم لای در اندرونی را باز کرد. عزیزالسلطنه با دست به سینه او زد و گفت: برو کنار، آقا مفتش تأمینات هستند. مشقاسم حتی لحظه‌ای مقاومت نکرد و کنار رفت. آن وقتا نه تنها آدم‌هایی مثل مشقاسم بلکه خیلی بزرگتر از او هم از مفتش تأمینات حساب می‌بردند. نایب تیمورخان و عزیزالسلطنه و من و قمر به دنبال آنها وارد اندرونی دایجان شدیم. دایجان گویی انتظار ورود مفتش را می‌کشید. زیرا کت نظامی را روی زیر شلواری کشباف ناپلئون پوشیده بود و عبای خود را روی آنها به دوش انداخته بود. شمسعلی میرزا هم آنجا بود. حدس زدم که دایجان به محض اطلاع از آمدن مفتش برای اینکه تنها نباشد دنبال شمسعلی میرزا مستنطق منتظر خدمت فرستاده است. زیرا به محض ورود مفتش قبل از هر چیز شمسعلی میرزا را به عنوان مستنطق همدان به نایب تیمورخان معرفی کرد. مفتش سلام علیکی کرد ولی احترام فوق‌العاده‌ای برای او قائل نشد. دایجان تا مرا دید با انگشت در خانه را نشان داد و گفت: شما بیرون. ولی قبل از اینکه من از جا تکان بخورم مفتش تأمینات فریاد زد: نه بماند و بلافاصله تحقیقات خود را شروع کرد. عرض شود که بفرمایید ببینم مقتول در شب آخر حیاتش در کدام اتاق خوابیده بود. دایجان و شمسعلی میرزا تقریبا همصدا اعتراض کردند که مقتول؟ دوست علی خان؟ مفتش ناگهان با لحن کسی که مچ میگیرد فریاد زد: از کجا دانستید گفتم مقتول مقصودم دوست علی خان است؟ بگذریم. و بلافاصله رو به عزیزالسلطنه کرد و گفت: اتاق مقتول رو به من نشان بدهید. دایجان خواست باز اعتراض کند که آقا، ولی مفتش اجازه دخالت به او نداد. ساکت، هر نوع دخالتی در تحقیق ممنوع. عزیزالسلطنه با تظاهر به تأثر گفت: آقا جان قربان شما، من بیچاره چه میدانم شوهر مرحومم را کجا خواباندند. اگر میدانستم که این بیچارگی سرم نمی آمد. شاید مشقاسم. مفتش به تندی پرسید: مشقاسم کیه؟ مشقاسم در حالی که سر را به زیر انداخته بود گفت: والا دروغ چرا، تا قبل مشقاسم ماییم، کوچیک شما. مفتش نگاهی پر از سوءظن به او انداخت و گفت: عرض شود که کی به تو گفت دروغ میگویی؟ شاید واقعا میخوایی دروغ بگویی ها؟ جواب بده، حرف بزن. به تو شاید یاد دادن دروغ بگویی ها؟ زود تند سری. والا دروغ چرا، شما که هنوز چیزی از ما نپرسیدید. پس چرا دروغ گفتی؟ دروغ چرا؟ تا قبل تا قبل 4 انگشته. ما کجا دروغ گفتی؟ نمیگویم چرا دروغ گفتی، میگم چرا گفتی دروغ. عزیزالسلطنه دخالت کرد که آقای نایب ببخشیدش، این عادت داره هر چه میپرسن میگه دروغ چرا. خب آقای مشقاسم، مقتول آخرین شب کجا خوابید؟ والا دروغ چرا، مقتول توی این اتاق. مفتش از بالای عینک پنسی در چشم مشقاسم خیره شد و فریاد زد: پس اقرار میکنی که مقتولی هست، که قتلی اتفاق افتاده.
دایی جان ناپلئون عصبانی فریاد زد آقا چرا حرف تو دهن مستخدم من میذارید؟ شما ساکت. این آقا اگر در موقع عادی مستخدم شماست الان یک شاهد است. ولی شما از این مرد بیچاره ساکت. مشقاسم مرا به اتاق مقتول ببر. مشقاسم نگاه درمانده‌ای به دایی جان انداخت و به طرف یکی از اتاقها به راه افتاد. مفتش و عزیزالسلطنه، دایی جان و شمسعلی میرزا که واقعا داشت خودش را میخورد و من به دنبال آنها راه افتادیم. تا وارد اتاق شدیم نایب تیمورخان با بلند کردن دستها همه را به توقف و سکوت دعوت کرد. عرض شود که ببینم رخت خواب مقتول کجاست؟ مشقاسم جواب داد والا دروغ چرا، ما همون صبحش وقتی دیدیم آقای دوستعلی خان نیست جمعش کردیم. مفتش چند لحظه ساکت موند. ناگهان با 2 انگشت چانه مشقاسم را گرفت و فریاد زد کی به شما دستور داد رخت خواب مقتول رو جمع کنید؟ ها؟ کی؟ زود جواب بده، زود باش. مشقاسم که به کلی گیج شده بود گفت والا دروغ چرا؟ بازم دروغ؟ کی به شما گفت دروغ بگویید؟ ها؟ جواب بده زود، تند، سریع. شمسعلی میرزا با چهره برافروخته گفت آقای مفتش این طرز تحقیق کاملا تازگی دارد. شما میخواید با دستپاچه کردن مردم حرف توی دهن اونا بذارید. عرض شود که خواهش میکنم شما دخالت نفرمایید. فقط فردا این طرف آن طرف بپرسید نایب تیمورخان چه جور آدمی است. هیچ قاتلی در مقابل سیستم بین المللی غافلگیری من مقاومت نمیکنه. شما آقای مشقاسم جواب مرا ندادی. کی به شما دستور داد رخت خواب مقتول را جمع کنی؟ مشقاسم گفت والا دروغ چرا، تا قبل صبح که میشه ما و ننه بلقیس همه رخت خوابا رو جمع میکنیم. دیروز هم رخت خواب آقای دوستعلی خان رو جمع کردیم. رخت خواب مقتول رو؟ بله دیگه. آها، عرض شود که برای مرتبه دوم اقرار کردی که دوستعلی خان همان مقتول است. عرض شود که خیلی پیشرفت کردیم. وقوع قتل محرز است، اما قاتل. دایی جان اعتراض کرد آقا این حرفا بی‌معنی است. شما عرض شود که شما ساکت. آقای مشقاسم گفتی رخت خوابا رو صبح جمع میکنی. کی به شما این دستور رو داده؟ اربابت، خانومش، این آقا، اون آقا، کی؟ ساکت. اصلا لازم نیست جواب بدی. آخرین کسی که مقتول رو دیده کی بوده؟ شما مشقاسم جواب بده. زود. دوستعلی خان قبل از اینکه کشته بشه تو دیدیش؟ لازم نیست جواب بدی. عرض شود که دوستعلی خان چرا اینجا خوابید؟ مگه خونه و زندگی نداشت؟ تا مشقاسم آمد جواب بدهد دایی جان به میان صحبت او دوید که دوستعلی خان پریشب تا دیر وقت. شما ساکت. مشقاسم جواب مرا بده. مشقاسم در وضع بغرنجی گیر کرده بود. شما چی پرسیدید؟ پرسیدم چرا مقتول به جای که برود به خانه خودش اینجا خوابید. جواب بده زود. هان چرا؟ والا دروغ چرا، همه اینجا بودن. آقای اسدالله میرزا بود. آقای اسدالله میرزا کی باشه؟ جواب بده زود. اسدالله میرزا قوم و خویش آقاست. با مقتولم نسبتی داره؟ بله با مقتولم خویش و قومه. دایی جان ناپلئون از غضب دندانها رو بر هم میفشرد. زهر مار و مقتول، احمق بیشور، هیچ میفهمی چی میگی؟ مشقاسم با لحن پریشانی گفت والا آقا تقصیر ما نیست، این آقای مفتش ما رو دستپاچه میکنه. خواستیم بگیم که آقای اسدالله میرزا. مفتش که خیره چشم در چشم مشقاسم دوخته بود حرف او را برید. یک کمی از اسدالله میرزا برای من حرف بزن. مشقاسم گفت والا آقا خدا شاهد بیچاره آقای اسدالله میرزا تقصیری نداره. مفتش گفت عرض شود که وقتی قتلی اتفاق میفته من به تمام دنیا مظنونم. همه ممکن است قاتل باشن. این آقا، اون آقا، این پسر بچه، حتی خود تو. تو ممکن است دوستعلی خان رو کشته باشی. بله خود تو. اقرار کن، اعتراف کن. قول میدم در مجازات تخفیف بدم. زود. ها؟ مشقاسم وحشت زده و عصبانی در عین حال فریاد زد ما قاتل باشیم؟ الله اکبر، چرا اونای دیگه نباشن که ما باشیم؟ نایب تیمورخان صورت عظیم خود را نزدیک صورت او آورد و فریاد زد آها، اونهای دیگه کی هستن؟ حرف بزن. والا آقا دروغ چرا، تا قبل ما یعنی که ما همین جوری یه چیزی پروندیم. شما داشتید از آقای اسدالله میرزا میگفتید. چطور شد که یهو رفتید سراغ؟ مفتش باز حرف او رو برید. بله اسدالله میرزا. این آدم چجور آدمی است؟ شمسعلی میرزا که از فرط خشم نمیتونست حرف بزنه با صدای خفه‌ای گفت باید به عرضتون برسونم که اسدالله میرزا برادر بنده است. عرض شود که برادر شما باشد آقا. مگر برادر شما نمیتونه قاتل باشه؟ مگه اسدالله میرزا شما نمیتونه دوستعلی خان رو کشته باشه؟ اصلا شما چرا در تحقیقات من دخالت میکنید؟ ها؟ جواب بده زود.
هیچ نمونده بود که شمسعلی میرزا از فرط غضب پس بیفتد. دهن باز کرد که چیزی بگوید، ولی صدای در حیاط و صدای بلند اسدالله میرزا به او فرصت نداد. مومنت، اینجا چه خبر است؟ با صحبت از عضو شریف دوستعلی است؟ حاضران تقریباً همصدا و زیر لب گفتند اسدالله میرزا. نایب تیمورخان تکانی خورد، سپس بی حرکت بر جا ماند. با بلند کردن دستها همه را به سکوت دعوت کرد و زیر لب گفت به اسدالله میرزا، قاتل همیشه به محل جنایت برمیگرده. سکوت محض، نفس کشیدن ممنوع. خب خیلی ممنون که تا اینجا همراهمون بودین. این فصل 5 از کتاب دایجان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد بود. هفته آینده فصل 6 این کتاب رو با هم میخونیم و امیدوارم تا هفته آینده روزای خوبی داشته باشید. میدونم که این روزا رنج‌ها و غصه‌های عجیبی رو تجربه میکنیم که واقعا غیر قابل وصفه و 1 سال گذشته هر روز غمی تازه بر غم‌هامون اضافه شده. اما یادمون نره که کتاب و شعر یکی از بهترین راه‌ها برای نجات از روزهای پر از ظلم و غمه. لطف کنید پیج ما رو در اینستاگرام، یوتیوب و اسپاتیفای دنبال بکنید و اگر هم از پادکست ریف خوشتون اومده ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. به امید روزای بهتر. خدا نگهدار.